دیدار با سرنوشت، ناگفته های پرواز 1175 یونایتد و مردی که آن را نجات داد. به خودم میگویم نه، اینطور سرانجامی سرنوشت ما نمیشه. مهم نیست حجم مشکل پیش اومده چقدر زیاد باشه، من باید تمرکزم و تمام و کمال حفظ کنم، نباید خونسردی رو از دست بدم. اما گذشته از همه اینها، انگار در حال پرواز با موشک کروزی بودیم که از کنترل خارج شده بود و با سرعت 500 مایل در ساعت پیش میتافت. هیچ فرصت اضافه‌ای برای ترس یا هول شدن نیست. تمرکزم تنها بر این است که آسمان آبی را بر فراز سرمان نگه دارم. میخواستم رنگ آبی آسمان را بر فراز هواپیما ببینم و رنگ خاکی زمین را زیر پای هواپیما. کاری از انتشارات بین المللی کیدزو کادو، قابل دسترس در آمازون و کتاب فروشی های معتبر سراسر دنیا. 381 مسافر جونشون دست من بود.